ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با هم دیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم. اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه و حمله به ایران و انواع کمک‌ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه. آمریکایی‌ها میگن، گاهی البته همیشه نه، گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیش رو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست. بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. این ساده لوحیه که کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش